گفتی که رقیبت از تو محصول بهتری داره، تو هم نمیتونی محصولتو از اینی که هست بهتر کنی. حالا چجوری مشتریاتو نگهداری و رشدشون بدی؟ ببین وقتی سال 2024 ترامپ کاندید ریاست جمهوری آمریکا شد، کل سایت‌های نظرسنجی با تحلیلگرای سیاسی میگفتن که ترامپ رأی نمیاره، ولی یهو یه اتفاقی افتاد، ورق کلا برگشت. وقتی ترامپو ترور کردن، رسانه‌های طرفدار ترامپ اومدن یه تکنیکی استفاده کردن که رهبرای بزرگ دنیا مثل چنگیزخان مغول ازش استفاده میکنن تا دشمنای خودشونو بیارن تو تیم خودشون. به این تکنیک میگن ساخت دشمن مشترک. یعنی تو میای واسه خودت و رقیبت یه دشمن مشترک ایجاد میکنی، بعد کاری میکنی اون دشمن مشترک بیاد در مورد تو بد بگه، بیاد تو رو ترور کنه. رسانه‌های طرفدار ترامپ گفتن که ترور توسط تروریستای خارجی انجام شده، گروه‌های خارجی این کارو کردن. این شد که طرفدارهای رقیب ترامپ با خودشون فکر کردن که نکنه ترامپ باید رئیس جمهور آمریکا بشه، چون ناسلامتی دشمن نمیخواد این اتفاق بیفته. پس وقتی دشمن نمیخواد این اتفاق بیفته، باید این اتفاق بیفته. و کم کم ترامپ شروع کرد محبوبیتش بیشتر و بیشتر و بیشتر شدن، تا جایی که روز انتخابات وقتی نتایج رو اعلام کردن هیچ کس باورش نمیشد ترامپ رئیس جمهور امریکا شد. این دقیقاً استراتژی مارکتینگیه که لمیز و سووشون انجام دادن واسه اینکه طرفدارای خودشون رو بیشتر کنن. برای اینکه بدونی از این تکنیک چجوری تو کسب و کارت استفاده کنی و مثالای بیشتری رو ببینی، روی لینک تو بیو کلیک کن.